میگویند یک مرد بود مینوش مایزده و همین سبب مینوشیش بود که او دربدر شد، آواره شد، کوچه و به کوچه تنها، تمام یار و رفیقا دوستا که هر کسی که داشت از او دیگر دور شدند و به یک نفر، به یک موجودی، به یگان کس نالازم تبدیل یافته بود. همین مرد مینوش دو فرزند داشت، هر دو هم پسر. با مرور وقت فرزندهایش به وایه رسیدند، به حدی که مردک شدند. همینها یک راه پدر را انتخاب کرد. مینوش شد، رفت، آواره شد، به شکلی به زبان امروزه اگر عامه فهم بگویم بام شد و دیگری بامجنی می را از می دور شد و در همون کار و کسبی که داشت موفق شد، یعنی کار بود کن شد، یا زندگیش را توانست که به شکل دیگر بسازد. با مرور وقت از هر دوی فرزندهایش پرسان شدند که سیر زندگی شما در چی است؟ هر دوش هم گفتند که پدرمان میزده بود. یعنی از این قصه میتوان خلاصه کرد که انسان کفایه است برای انسان یک کس و یا یک چیز، یک گفتار، یک رفتار که او تمام عمر زندگیش را در اساس همان بسازد. یعنی از طرز تفکر، فهمیش و مهمتر از همه از قبول ما و شما وابسته است. لقمان حکیم را میپرسند که ادب را از کی آموختی؟ میگوید از بی ادب. بنابراین در انتخاب راهی درست زندگی نباید اشتباه کرد.